یه راه آسون هست که یه دختر رو تبدیل به دوست دختر خودت کنی، حتی اگه اولش هیچ علاقه‌ای بهتون نداشته باشه. توی ویدئوی امروز قرار کامل یاد بگیرین که چطوری این کار رو انجام بدین. اما بذارین اول بهتون یه هشدار بدم. وقتی این روش رو بهتون نشون میدم شاید خیلی ساده به نظر بیاد، حتی ممکنه حس کنین این موضوع خوبتر از اونیه که واقعی باشه، اما قدرت این روش رو دست کم نگیرین، چون اگه درست انجامش بدین این تضمین براتون وجود داره که دختر عاشقتون میشه و براش اجتناب ناپذیر خواهد بود. پس همینطور که ویدئوی امروز رو تماشا میکنین ازتون میخوام ذهنتون باز باشه و به خوبی دقت کنین و حواستون باشه تا قضیه رو به کلی درک کنید. یعنی اینجوری نباشه که فقط یه بخش قضیه رو درک کنید و بخشای دیگر رو درک نکنید. پس بعد از اینکه این ویدئو رو دیدین نه تنها یاد میگیرید چطور برای خودتون یه دوست دختر عالی و خوشگل پیدا کنین، بلکه قراره بفهمید جذب شدن زنها واقعا چطور کار میکنه و زنها چطور در نهایت از یه مرد خوششون میاد یا عاشقش میشن. این موضوعیه که اکثریت قاطع مردا اصلا هیچ اطلاعی راجبش ندارن و واقعا باید براتون متحول کننده باشه. و این همه ماجرا نیست. علاوه بر این قرار 3 تا از بزرگترین اشتباهاتی رو هم باهاتون در میون بذارم که اگه میخواین یه دختر دوست دخترتون بشه حتما باید ازشون دوری کنین. حتی انجام دادن یکی از این اشتباهات میتونه شانس شما رو برای همیشه نابود کنه. پس راحت بشینین، با دقت گوش کنین و تا ته ویدیو رو ببینین. اول از همه میخوام روی یه سوء تفاهم بزرگ دست بذارم که 99% پسرا راجع به جاذبه باهاش مواجهن. ببینین تقریبا همه پسرای روی زمین فکر میکنن که جذب یه زن باید آنی باشه یا باید خیلی خیلی سریع رخ بده. یعنی فکر میکنن یه دختر رو میبینن که ازشون خوششون میاد، سریع با هم اوکی میشن و دختر توی چند ثانیه براشون ضعف میره و دلش میره. و خب دلیل اصلی این که مردا معمولا اینطوری فکر میکنن ساده است، چون برای مردا واقعیت جذب شدن همینه. شما میتونین به یه دختر نگاه کنید و فوراً جذبش بشین، مثل عشق در نگاه اول که بیشتر اوقات برای مردا اتفاق میفته. میتونین توی چند ثانیه تصمیم بگیرین که باهاش برین بیرون یا حتی باهاش رابطه داشته باشین. و خب مغز مردا اینطوری کار میکنه، اما مغز زنا اینطوری کار نمیکنه. خیلی متفاوت تره. در واقع فوق‌العاده کم پیش میاد که یه دختر تقریبا آنی یا توی چند دقیقه اول دیدار خیلی جذب شما بشه و بخواد باهاتون رابطه داشته باشه یا فعالیت مشترکی انجام بده. پس این چیزها رو فقط توی فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینین و همش تخیلیه. توی زندگی واقعی جذبه برای زن‌ها خیلی فرق داره. اینطوری اتفاق میفته. وقتی یه دختر برای اولین بار یه پسر رو میبینه، فارغ از اینکه چقدر باحال و با اعتماد به نفس و جذاب باشه، دختر قرار دیدش به طرف یه دید شکاک باشه. به عبارت دیگه توی اون 10 دقیقه اول، شاید 20 دقیقه اول تعامل با یه دختر قرار نیست دختر لباشو به نشونه علاقه گاز بگیره، دستتون رو لمس کنه و ازتون خواهش کنه ببرینش خونه. در عوض حس میکنین که احتمالاً اصلا ازتون خوشش نمیاد، چون واقعا هم خوشش نمیاد، حداقل در این لحظه. و این به این خاطر نیست که شما شبیه براد پیت نیستین یا میلیون ها دلار در نمیارین. به هر حال طبیعت زن اینطوری کار میکنه. وقتی اولین بار یه پسر رو میبینن راجع بهش شک دارن. چه مدل پسریه؟ اصلا کیه؟ از من چی میخواد؟ کنارش بودن کار امنیه؟ آیا این آدم حول و شیطونه یا قراره دل منو بشکنه؟ آیا قراره ازم استفاده کنه و بعد ولم کنه؟ دلیلی هست که باید بهش مشکوک باشم و احتیاط کنم؟ خیلی فکرها توی سرشون به صورت ناخودآگاه داره اتفاق میافته و این به این خاطره که شما در اون لحظه برای دختر یه حضور ناآشنا دارید، نه به خاطر اینکه شما مشکلی دارین یا ذاتاً غیر جذابین. این به خاطر ماهیت و ویژگی زناست. حالا همینطور که وقت بیشتری رو با یه دختر به صورت حضوری میگذرونین، منظورم البته چت کردن و قرار آنلاین نیست، هرچی بیشتر با هم وقت بگذرونین، مدت بیشتری رو کنار هم باشین و هرچی با هم بیشتر آشنا بشین، دختر برای ارتباط باهاتون گرمتر میشه، گاردشو پایین میاره و این اتفاق کم کم میفته. کنارتون احساس راحتتر و آسوده تری میکنه. توی این مرحله شروع میکنه شما رو به چشم یه پسر جالب دیدن، بیشتر باهاتون درگیر میشه و توی ارتباط باهاتون مشارکت میکنه. اینجاست که یه جورایی ارتباط احساسی و جذبه بینتون شروع میکنه به شکل گرفتن. اما یادتون باشه هنوزم کاملا شما
شما رو قبول نکرده و خودش رو شیفته شما نمیبینه. هنوزم شما رو به عنوان یک گزینه احتمالی برای دوست پسر یا معشوق نمیبینه. هنوزم راجع بهتون شک و تردید داره. خب چطور این شک و تردیدا رو از بین میبرین؟ خیلی ساده است. اجازه میدین زمان این کارو براتون بکنه. این همون قسمتیه که اول راجع بهش صحبت کردم. وقت بیشتری باهاش میگذرونین، باهاش صحبت میکنین، باهاش آشنا میشین، چیزایی راجع به خودتون بهش میگین، بهش اجازه میدین وارد دنیاتون بشه و به حرفاش گوش میدین. لاس میزنین، باهاش بازی گوشانه رفتار میکنین و از این جور کارا و این کار زمان میبره. وقتی یکم بیشتر زمان میگذره یه نقطه عطف وجود خواهد داشت و توی این نقطه عطف علاقش به شما تبدیل میشه به هیجان داشتن برای شما. کم کم شروع میکنه به جذب شدن جنسی بهتون، برانگیخته میشه و بهتون گرایش پیدا میکنه. اینجاست که شروع میکنه شما رو به عنوان یک گزینه برای رابطه جنسی یا یه دوست پسر احتمالی دیدن و اینجاست که شروع میکنه با همه حرکات و درخواستای شما موافقت کردن. چه بخواین ببوسینش، چه شمارش رو بگیرین، چه دعوتش کنین به بیرون رفتن. بعد از اینکه به نقطه عطف رسید، اون به همه این چیزا شروع میکنه به بله گفتن. این یعنی اون راز بزرگ برای به دست آوردن یه دختر، اون روش جادویی برای اینکه یه دختر عاشقتون بشه. اون روش جادویی چیزی نیست جز اینکه وقت بیشتری رو توی تعامل حضوری باهاش بگذرونید و در این مدت با لاس زدن و شوخی و رفتارهای جذاب علاقش رو افزایش بدین. که این موضوع شاید ساده و مسخره به نظر بیاد، ولی اینجوریه که شما واقعا دوست دختر پیدا میکنین. این یه فرایند طبیعیه، به شرطی که دختر مجرد باشه، به شرطی که به اندازه کافی باهاش وقت بگذرونید و به شرطی که نزنین بترسونینش و شروع نکنین به محتاجانه رفتار کردن. جذب اتفاق خواهد افتاد. بالاخره طبیعتاً زن و مرد قرار جذب هم بشن. تا وقتی که با دست خودتون رو تخریب نکنید و با انجام دادن چند تا از اون اشتباهایی که جاذبه رو نابود میکنن گن نزنید به کار، همه چی طبیعی پیش میره. قول میدم. و حالا که حرف از اشتباهایی شد که جذبه رو از بین میبرن، 3 تا اشتباه بزرگ هست که به هیچ قیمتی نباید مرتکبشون بشین. اما قبل از اینکه به اون اشتباهها برسم، یه درخواست کوچیک ازتون دارم. اگه تا اینجا این ویدیو براتون جالب و آموزنده بود، لطفاً دکمه لایک رو بزنید. این نه تنها به ما کمک میکنه، بلکه باعث میشه این ویدیو به دست پسرایی برسه که واقعاً بهش نیاز دارن. پس همین الان اون دکمه رو بزنید تا بریم سراغ ادامه ویدیو. 3 تا اشتباهی که باید موقع گذروندن وقت با یه دختر ازشون دوری کنید در واقع خیلی ساده هستن. با این حال بیشتر مردا حداقل یکی یا بیشتر از این اشتباه‌ها رو انجام میدن. در نتیجه دختره رو از دست میدن و آخر سر تقصیر رو گردن ظاهرشون، درآمدشون، قدشون و از اینجور چیزا میندازن. خلاصه حواستون باشه که هیچ کدوم از این اشتباه‌ها رو مرتکب نشین. خب بریم سراغ اشتباهایی که جاذبه رو نابود میکنن. شروع میکنیم با شماره 1. محتاجانه دنبال ارتباط صمیمی بودن. این قضیه خیلی مهمه. میتونم بگم 9 تا از هر 10 تا پسری که اون بیرونن مرتکب این اشتباه وحشتناک میشن. ببینین، اگه شما این ذهنیت رو داشته باشین که امیدوارم با این دختر صمیمی بشم، خیلی دلم میخواد ازم خوشش بیاد، چه بخواین چه نخواین به نظر نیازمند میاین و به نظر کسی میان که داره سعی میکنه طرف رو راضی کنه، چون طرز فکر آدم رفتارش رو شکل میده. این یه واقعیت روانشناسی انسانه. قضیه اینجوری کار میکنه. اگه ذهنیتتون این باشه که به دنبال ارتباط صمیمی هستین، قراره بیش از حد تلاش کنید تا اون ارتباط صمیمی رو به دست بیارین. دلتون میخواد حرفای درست رو بزنین، کارای درست رو بکنین و هرچی لازم باشه انجام بدین تا دختره ازتون خوشش بیاد. اما حدس بزنید که این کار منجر به چی میشه. این دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه یه دختر در نهایت از شما زده بشه و خوشش نیاد، چون به نظر نیازمند و تشنه تایید میاد و این اون چیزی نیست که شما میخواین باشین. یه مرد با ارزش اینطور رفتار نمیکنه و دخترها اینو به طور غریزی میدونن. نشونه های نیازمندی هر پتانسیلی برای هر نوع جاذبه‌ای رو نابود میکنه. یعنی شما نباید دنبال ارتباط صمیمی
باشین. تلاش نکنین باهاش صمیمی شین. فقط خودتون باشین و این خودش باعث میشه صمیمی بشین و باهاش اوکی شین. اگه با اون دختر ارتباط برقرار میکنین، خودتون رو بدون نگرانی بیان کنین، بدون فکر کردن به اینکه چی ممکنه تحت تاثیر قرارش بده یا نده و به این موضوع اعتماد کنید که اگه طرف مجرده و اگه باهاش وقت بگذرونین و با هم آشناشین و صمیمی بشین، یه جذبه و ارتباط احساسی و به صورت خودکار ایجاد میشه. بریم سراغ اشتباه شماره 2: استفاده نکردن از تماس فیزیکی. این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که پسرای خوب انجامش میدن. اونا هیچ وقت شروع کننده هیچ تماس فیزیکی نیستن و در نتیجه وارد منطقه دوستی میشن، چون لمس نمیکنن، کارایی که فراتر از رابطه دوستان است و انجام نمیدن و خب این اتفاق میافته. تماس فیزیکی از نظر علمی اثبات شده که اعتماد و ارتباط رو بین دو نفر میسازه. در واقع یکی از سریعترین و بهترین راه‌ها برای ایجاد پیوند عاطفیه و این برای اینکه جذبه اتفاق بیفته فوق‌العاده حیاتیه. اما در چارچوب مردان، زنان و جذبه، لمس نقش حیاتی دیگه‌ای هم بازی میکنه. لمس تنش جنسی رو ایجاد میکنه و بهش سرعت میده. لمس ناخودآگاه به یه زن اطلاع میده که این یه تعامل دوستانه نیست که ممکنه فراتر از این حرفا باشه و بنابراین اگه درست انجام بشه کمک میکنه از منطقه دوستی خارج بشین. به علاوه تماس فیزیکی به یه دلیل بزرگ دیگه هم مهمه. ببینین، اگه یه جایی خواستین یه دختر رو ببوسین، اون دختر باید با لمس شما راحت باشه، باید براش آشنا باشه. نمیتونین همینطوری از صحبت کردن صرفاً یهو برید سراغ بوسیدنش یا چنین چیزی. باید یه روند تدریجی وجود داشته باشه، مرحله به مرحله، وگرنه حتی اگه جذبت شده باشه، فقط به خاطر اینکه لمستون براش ناآشناست درخواستاتون رو رد میکنه و مسلماً دلت نمیخواد این اتفاق بیفته. حالا بریم سراغ اشتباه سوم و آخری که باید ازش دوری کنی. اشتباه شماره 3: لاس نزدن هست. ببینین، دقیقاً مثل تماس فیزیکی، لاس زدن هم کمک میکنه تنش جنسی ایجاد شه و شما رو از منطقه دوستی بیرون میکنه و هر گونه شانسی برای اینکه برای همیشه توی منطقه دوستی گیر کنین و از بین میبره. فقط همین نکته باید بهتون نشون بده چرا انقدر مهمه. اما نکات دیگه هم هست. لاس زدن همچنین تعامل رو برای یه دختر خوش و سرگرم کننده میکنه که باعث میشه احتمال بیشتری داشته باشه که باهاتون وقت بگذرونه و وقت گذاشتن بیشتر یعنی دوست دختر شدن. و این هم به نوبه خودش کمک میکنه مطمئن بشید که به اون نقطه عطف جذبه میرسین که قبلا توی ویدیو بهش اشاره کردم. این یعنی لاس زدن نه تنها ایده خوبیه وقتی که با یه دختر صحبت میکنین، بلکه واقعا حیاتیه اگه میخواین بینتون اتفاقی بیفته. هرچند جذبه به مرور زمان طبیعی اتفاق میفته، اما لاس زدن ابزاریه که حتما این رو تضمین میکنه. تنها مشکل اینه که بیشتر مردا توی لاس زدن خوب نیستن و بلد نیستن چطور این کارو بکنن، یا کلا اشتباه انجامش میدن و حس عجیب و ترسناک بودن به دختر میدن. دست و پا چلفتی به نظر میان، یا اینکه اصلا بلد نیستن چطور این کارو بکنن، چون هیچ ایده‌ای ندارن حتی چطور شروع به این کار بکنن. توی هر دو حالت شانسشون رو برای به دست آوردن دختری که میخوان کم میکنه. اما خبر خوب اینه که شما منو در کنار خودتون دارین. اگه میخواین بیشتر راجع به لاس زدن بدونین، این ویدیوها رو از دست ندین. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. توی ویدیوهای بعد میبینمتون.